سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. بچه یه دونه سولو اسکواد آوردم براتون. البته ایران تسلیت، چون وضعیت ایران خراب، وضعیت پینگا خرابه. من با ایران سل وارد بازی شدم. بچه این یه مغز بازیه که خب هر بازیکنی باید داشته باشه. خب بعد من اینجا اچسم از دراب کشیدم، رفتم میشه یارم شماره دو دیگه فکر کنم. آره رفتم میرم یارم شماره 2، دیدم اونجا 2 نفری مفرش کردن. مارک کردم که دارم میام، مفرش کردم. بعد من از زیر آب خواستم برم اون یکی درابو بکشم. بعد من دیدم یارم ناک شد، گفتم برچی باید برم من دراب بکشم، من که چه دارم میرم کار اینا رو میسازم. بعد برگشتم از زیر آب رفتم که نبینن، مستقیم رفتم از زیر آب و پشت این سنگی کمپیدم. نه اون یکی سنگه، آره همین سنگه. پشت این کاور گرفتم، پا مرده داشتم میرفتم با خودم وایساده بودم، داشتم فکر میکردم که من چطور میتونم این اسکوادو بزنم. چون همون اسکواد قبلش بازی باز لیدر ما رو کیک کرده بود. اون دوتا چون رفیقای لیدر بودن کیک نشده بودن، ریلود داشت صداویدهاشون، هم صداویده داشتن هم چیز. بعد من اینجا خوابیده رفتم، پا مرغی میرفتم که صدا پا ندم. خب رفتم اینجا منو دید. آره اینجا سوار موتور شد، اینجا منو دید. بعد اون رفت پشت صخره همون سنگ کاور گرفت و منم سریع فرصت استفاده کردم اومدم پشت این صخره کاور گرفتم، نشستم پشت صخره تیر زد، داشت ریلودم میکرد. بعد من دیدم یارشو نگاه کنه بچه، من اینجا یارش دیدم از سمت چپ بیاد، دیدم از این ور بیام با 117 گرفته روم. رفتم صخره پشتی، یه نفر دور پا این مرد، یکی دیگه اولین صف، یکی دیگه دوم